یه مرد به سختی میتونه با رابطه‌ای که ناخواسته تموم شده کنار بیاد و همش تصویرهای تحریک‌آمیزی از پارتنرش میاد توی ذهنش. این مرد تصمیم میگیره تا یه ربات خدمتکار بخره و نیاز جنسیش رو با استفاده از اون برطرف کنه. ولی این وسط طرف عاشق ربات میشه و ربات هم یه سری رفتارهای خطرناک از خودش نشون میده. فیلم با خدمتکاری شروع میشه که داره حموم تمیز میکنه و بعد از نظافت میره بیرون و ما بدن بیجون مردی رو میبینیم که خفه شده و جسدش توی وانه. در همین حین هریسون به جعبه‌ای از وسایل دوست دختر سابقش جولی که روی مبل خیره شده. اون به هم میریزه و جولی رو یادش میاد. یه خورده بعد هریسون جعبه رو میبره حیاط خلوت و آتیشش میزنه. توی اتاق خواب هریسون جولی رو تصور میکنه که یه لباس جذاب پوشیده و به اون میگه بیا توی تخت. این فکرها خواب از سر اون میپرونن و اون مجبور میشه قرص خواب بخوره و بخوابه، اما خواب زیاد خوبی نداره. روز بعد اون توی خونهش مشغول انجام دادن کاراشه که دوباره خاطرات جولی از جلوی چشمش رد میشن. یهو دوستش جیسون به اون پیام میده که یادت نره شب قرار داریم. توی کافه جیسون به هریسون میگه خیلی داری خودتو سر دوست دختر قبلیت اذیت میکنی. اون میگه جولی فقط کارش تیغ زدن بوده و همیشه با مردای پولدار و سن بالاتر از خودش رابطه داشته. هریسون بهش میگه همش 3 ماهه که کات کردیم و وقتی ببینم حالم خوبه یه حرکتی میزنم. بعد جیسون به اون یه کارتی میده که کد دسترسی پشت اون نوشته شده. هریسون میپرسه این چیه که کد دسترسی میخواد و جیسون میگه برای خرید یه رباته و چون هنوز توی مرحله اولیه است برای هر کسی ربات نمیفرستن. مرد میگه الان واقعا خدمتکار نیاز ندارم، اما دوستش توضیح میده که این چیزی بیشتر از یه سرویس تمیزکاریه و هریسون رو تشویق میکنه به شماره زنگ بزنه. بعدن توی همون شب هریسون توی خونش مشغول نوشیدنه و یادش میاد که جولی اونو تحقیر میکرده که اون نمیتونه با زنی به جذابی اون خوب رفتار کنه. اینجاست که اون نمیتونه جلوی خودشو بگیره و به دوست دختر سابقش پیام میده که دلم برات تنگ شده. بعد از فرستادن پیام اون بلافاصله از کاری که کرده پشیمون میشه. چند لحظه بعد اون به شماره کارتی که جیسون بهش داده زنگ میزنه و در مورد سرویسشون سوال میپرسه. نماینده کد دسترسی میخواد و میگه فردا میتونن یه خدمتکار رو برای یه جلسه نظافت 4 ساعته بفرستن. هریسون در مورد خدمات اضافی میپرسه و اونا میگن که این ربات برای هر نوع خدمات مورد نیاز مشتری طراحی شده. بعد از اینکه هریسون صورت حسابو پرداخت میکنه، اونا خبر میدن که ربات فردا ساعت 2 میاد خونت. فردا بعد از ظهر یکی زنگ در خونه رو میزنه و پشت در همون خدمتکار اول فیلمه که با مرد بیجون توی همون بوده. هریسون از ربات اسمش رو میپرسه و اون میگه هر اسمی خواستی روی من بذار. هریسون هم میگه ماکو، چون این اسم یه شخصیت کتابه. ماکو سریع وسایلاشو در میاره و آماده تمیز کردن خونه میشه. توی دفتر کار جیسون به رفیقش پیام میده که چرا الان داری کار میکنی؟ برو و از ربات لذت ببر. 3 ساعت بعد ماکو وارد دفتر میشه و به هریسون میگه تمیز کردن کل خونه تموم شده. اونم میگه خب کارت تموم شده میتونی بری، ولی ربات میگه من هنوز 68 دقیقه دیگه از جلسه‌ام مونده و میتونم یه کار دیگه برات انجام بدم. بعد خیلی یهویی اون لباساشو در میاره و به مرد نزدیک میشه. هریسون میگه راحت نیست این کار رو انجام بده چون اون یه رباته، اما ماکو میگه خیالت راحت، من هر کاری که یه انسان زن بتونه انجام بده رو انجام میدم. بعدم زیپ شلوار هریسون رو باز میکنه و چند دقیقه بعد ماکو اونو میکشونه به اتاق خواب تا کارو تموم کنن. اون شب مرد خیلی حالش خوبه و راحت و بدون اینکه خاطرات جولی یادش بیاد میخوابه. ماکو هم توی شرکت یه جا بی حرکت میشینه و فقط به چراغ روی دیوار خیره میشه. فردا صبح هریسون با همون شماره تماس میگیره و جلسه دیگه ای رو با ماکو برای بعد از ظهر تعیین میکنه. همین حین چراغ روشن میشه و ربات میخنده و این یعنی اون یه جلسه دیگه داره. بعدن هریسون ماکو رو در حال تمیز کردن اتاق خوابش میبینه و بعد بهش نزدیک میشه و از پشت بهش میچسبه. اون از ربات میپرسه چه احساسی داری و اون تعجب میکنه که مگه احساس منم مهمه و مرد میگه برای من آره. بعدش اونا برای ادامه کار میرن روی تخت. یه خورده بعد ماکو از هریسون میپرسه من اولین رباتیم که باهاش بودی و هریسون میگه آره.
هریسون هم کنجکاو میشه و میگه تو قبلا با جیسون بودی و ربات میگه این اسم برام آشنا نیست. بعد هریسون به ربات میگه که تازه از یه رابطه خارج شده و به خاطر فاصله سنی که با جولی داشته رابطهشون از اول محکوم به فنا بوده. ماکو میپرسه میخوای دوباره اونو ببینی و هریسون میگه میخوام بیشتر با تو باشم. روز بعد اون زنگ میزنه به شرکت تا ببینه میتونه رباتو برای کل آخر هفته اجاره کنه و نماینده میگه یه شارژر باید تو خونتون نصب کنیم چون رباتمون فقط 8 ساعت شارژ نگه میداره. بعدن کریس از سمت شرکت میاد و شارژر رو توی کمد اتاق خواب نصب میکنه. بعد از نصب اون توضیح میده که این شارژر بیسیمه ولی ربات حتما باید توی فاصله تقریباً 1 متری شارژر باشه تا بتونه شارژ بشه. اون همچنین یه وسیله به مرد میده تا اون بتونه رباتو خاموش یا روشن کنه. قبل از رفتن کریس میگه که هریسون میتونه لباسها و اسباب بازی‌های مختلفی رو برای ماکو بخره. اون شب ربات یه لباس خدمتکار خیلی لختی میپوشه. موقع شام ربات شام هریسون رو آماده میکنه و اونم میگه بشین کنارم. اون وقتی میفهمه میتونه ربات رو تا 10 متر زیر آب ببره بهش میگه بریم جکوزی که بیرون خونه دارم. ربات هم یه بیکینی 2 تیکه میپوشه و میره توی آب. اون میگه دوست دارم دور دنیا سفر کنم و هریسون میگه در آینده میبرمت. بعدن توی همون شب وقتی این 2 نفر توی تخت و بغل همن خدمتکار به مرد میگه تو خیلی مهربونی و این نشون میده مردای دیگه باهاش خوب نبودن. اون میگه گاهی یه صحنه‌هایی رو میبینم که نمیدونم خوابه یا واقعیت داشتن. بعد باتری ماکو تموم میشه و مرد اونو میبره سمت شارژرش و خودش هم برمیگرده توی تخت. وقتی ربات توی کمد در حال شارژه خاطره‌های آزاردهنده‌ای از جاناتان رو یادش میاد. همون مرد بیجون توی وان حموم. در حالی که ماکو بسته شده این مرد سادیستی با شلاق اونو میزنه و ربات هم التماسش میکنه که به اون آسیبی نرسونه. چند ثانیه بعد ربات روشن میشه و مرد رو میبینه که خوابیده. بعد اون به آشپزخونه میره و یه کاتر پیدا میکنه. یهو هریسون از فریاد ربات از خواب بیدار میشه و با عجله میره آشپزخونه. اونجا ماکو رو میبینه که کاتر دستشه و انگار که ترسیده. وقتی ربات حرفی نمیزنه مرد اونو میبره سمت کمد. همین حال خدمتکار خاطره‌هایی از مردی که اون رو با کاتر تهدید کرده یادش میاد. روز بعد هریسون در کمد رو باز و ربات رو روشن میکنه. بعد از این ربات با اون میره به حیاط خلوت و ازش میپرسه امروز قرار کار کنی و مرد میگه من آخر هفته ها کار نمیکنم. بعد از ظهر خدمتکار لباس زیر جدیدش رو میپوشه و برای اینکه مرد رو تحریک کنه جلوش میرقصه. بعدش مرد از پشت به اون نزدیک میشه و گردنش رو میگیره و ازش میپرسه این کارو دوست داری؟ و اونم میگه من برنامه ریزی شدم تا هر فانتزی که میخوای روم انجام بدی. بعد مرد به ربات میگه روی میز 4 دست و پاشه و محکم به پشت اون ضربه میزنه و ربات هم اذیت میشه. اون خاطره‌هایی از جاناتان یادش میاد که اون رو میبسته و بعد از پشت اونو میزده و تحقیرش میکرده. هریسون پشیمون میشه و روی مبل میشینه. خدمتکار میگه من کار اشتباهی کردم و مرد میگه نه من سعی کردم چیزی باشم که نیستم. آخرش هم مرد میگه تو بهترین اتفاق زندگیمی و فکر میکنم که عاشقت شدم. اون شب مرد قبل اینکه رباتو بذاره توی کمد بهش میگه فردا بیا با من توی تخت بخواب. ربات اولش میگه نمیشه و من باید شب تا صبح شارژ شم ولی بعد میگه فردا شب امتحان میکنیم. چند ساعت بعد هریسون از خواب میپره و میبینه ربات بهش خیره شده. وقتی ماکو دوباره روشن میشه نمیدونه چطوری رسیده اونجا و دوباره برمیگرده توی کمد تا شارژ بشه. فردا مرد به سرویس دهی شرکت زنگ میزنه و میگه ربات شبا اطراف خونه میگرده در حالی که بیکاره و باید شارژ بشه. طرف پشت خطم میگه به روز رسانیش میکنیم تا باگ‌هاش برطرف شه. اون شب این 2 نفر روی مبل میشینن و فیلم میبینن. وقتی اونا توی بغل همن یه پیام برای مرد میاد و ربات میفهمه حال مرد خراب شده. اون میپرسه چیزی شده و هریسون هم به دروغ میگه یه مشکل کاریه. اون میره دستشویی و اونجا پیام جولی رو میخونه که بهش گفته فردا شب بیا همو ببینیم. مرد توی تخت میخواد ماکو رو خاموش کنه که اون میگه بذار یکم توی بغل هم باشیم و وقتی خوابت برد من خودم رو خاموش میکنم. بعد از اینکه مرد میخوابه ربات از تخت بلند میشه و پیامک جولی رو میخونه. فرداش مرد یه پیام از دوست دختر سابقش میگیره که میگفته از اینکه قرار امشب همو ببینیم خیلی هیجان دارم و مردم میگه منم همینطور. عصر همون روز و قبل از رفتن
هریسون مطمئن میشه که رباتو خاموش کرده، ولی فقط چند ثانیه بعد از بیرون رفتن اون ربات از کمد میاد بیرون. توی رستوران این دو نفر از زمانی که از هم جدا بودن میگن و جولی اعتراف میکنه که دلش برای هریسون تنگ شده و به خاطر خیلی از چیزایی که گفته پشیمونه. اون فکر میکنه که اونا باید رابطه خودشون رو دوباره امتحان کنن و چند تا قرار دیگه هم بذارن. جولی میپرسه تو کسی رو میبینی و هریسون میگه نه. وقتی اون برمیگرده خونه میبینه که ربات روی تخت نشسته و مرد میگه چطوری اومدی اینجا؟ ماکو هم میگه من کامل شارژ شدم و بیا با هم بریم روی کار. وسط کار ربات به مرد میگه انگار حواست پرته و اونم به دروغ میگه روز پر استرسی داشتم. بعد هریسون وحشی میشه و ربات خاطره های بعدش یادش میاد و به هم میریزه. هریسون اونو خاموش میکنه تا آروم شه. فردا صبح جولی به هریسون پیام میده که اگه بخواد میتونن جمعه شام برن بیرون و هریسون قبول میکنه. ماکو زمانی که داره دستشویی رو تمیز میکنه یه لحظه وای میسته و با نگرانی خودش رو توی آینه میبینه. همین حین هریسون زنگ میزنه به شرکت و میگه روز جمعه بیان خدمتکار رو ببرین چون این آخر هفته لازمش ندارم. بعد اون میره پیش ماکو و بهش میگه یه پروژه بزرگ دارم که این آخر هفته باید تمومش کنم و فقط 1-2 روز برمیگردونمت شرکت. اون شب جولی به هریسون پیام میده که به جای اینکه جمعه شب برن بیرون اون میتونه بیاد خونش. بعد از این ربات یه مش از قرصای خواب رو برمیداره و یواشکی میریزه توی شرابش. چند ثانیه بعد مرد گیج میشه و میفته روی زمین. بعد ماکو که انگار هریسونه به جولی پیام میده و بهش میگه چرا فردا شب؟ امشب بیا خونه من. توی اتاق خواب مرد بسته شده و یه نوار پلاستیکی هم توی دهنشه. ربات میره روی مرد میشینه و با کاتر بدن اونو میبره. وقتی هریسون درد میکشه ماکو میخنده و میپرسه این درد رو دوست نداری؟ اون میگه تو هم دقیقاً مثل بقیه مردایی و فقط یه زن مطیع میخوای که ازش سوء استفاده کنی. هریسون از ربات عذرخواهی میکنه و قول میده جبران کنه، اما ربات میدونه که این حرفا دروغن. بعد اون با کاتر قسمت‌های پایین هریسون رو میبره و مرد هم از درد داد میزنه. یهو زنگ خونه رو میزنن و خدمتکار برای ساکت شدن مرد دوباره دهنشو میبنده. ربات جولی رو میاره توی خونه و میگه من خدمتکار اینجام. جولی مشکوک میشه و میخواد بره اتاق هریسون، ولی ماکو اونو هل میده روی مبل و خفش میکنه تا بمیره. بعد اون به اتاق خواب برمیگرده و یکی از جورابای ساق بلند رو برمیداره و با اون هریسون رو خفه میکنه. ربات بعد از تموم شدن کارش کنار هریسون دراز میکشه. فرداش کریس و همکارش وارد اتاق خواب میشن و همکارش میپرسه میخوای با این ربات چی کار کنی؟ اون میگه مثل سری پیش حافظه‌شو پاک میکنیم. همکارش میگه دفعه پیشم همین کارو کردی ولی جواب نداد. بعد اون یه شی رو برمیداره و کریس میگه هیچ اثر انگشتی از خودت جا نذار چون این یه صحنه جنایته و نباید ردی از ما اینجا باشه. اون میگه مشکل ما برگردوندن ربات به شرکته و 2 جسد مشکل کس دیگه ایه. خیلی ممنونم ازت که تا آخر ویدیو منو همراهی کردی. اگه وقت یا حوصله فیلم کامل دیدن نداری، من توی کانالم برات خلاصه فیلم ها رو میذارم. پس یادت نره که سابسکرایب کنی و این ویدیو رو هم لایک کنی. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارت.